محترم جناب رئیس، محترم جناب دبیرکل، خانم ها و جنابان، پیش از همه میخواهم سپاس خود را به جناب رئیس برای دعوت و امکان سخنرانی در این جلسه سطحی بلند ابراز نمایم. نشست امروزه که در دایره 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برگزار می‌گردد، برای تاجیکستان و عموماً جامعه جهانی بسا مهم است. وقتی ما آید به اعلان این 10 ساله تشبث نمودیم، هدف اصلی از آغاز هرچی زودتری عملهایی که به تطبیق هدفهای رشد استوار مربوط به آب مساعدت میکنند عبارت بود. امروزها با در نظر داشت تهدیدهای معاصر و تأثیر همگیری کووید 19 که این هدف اهمیت خاصه کسب کرده است، مورد تاکید است که هنوز هم 29% اهالی کره زمین با آب نوشاکی بی‌ضرر و 55% آن با خدمت رسانی عادی ترین شاخه بهداشت دسترسی ندارند. مسلم است که در وضعیت امروزه تطبیق سری وقتی روزنامه 2030 برای اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد، علالخصوص کشورهای رو به ترقی و کم ترقی، دشوار خواهد بود. چنین حالت بی‌شبهه تقویت بیشتری همکاری ها را جهت صورت بخشیدن به عملهای هم آهنگ شده ضمن تطبیق هدفهای مربوط به ذخیره‌های آبی روزنامه 2030 طلب می نماید. جناب رئیس، تاجیکستان طی 12 ساله آخر کوشش‌های زیادی را جهت پیشبرد مسئله‌های آب در روزنامه جهانی رشد راه اندازی نموده است. با تشبث کشور ما 8 قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مسئله‌های آب با اتفاق آرا قبول شده است که از مهم و سری وقتی بودن این موضوع شهادت می‌دهند. امروز با اطمینان کامل میتوان گفت که اقدام‌های تاجیکستان در ساحه آب در تقویت و صورت بخشیدن به عملهای مشخص در تطبیق هدفهای رشد استوار از جمله هدفهای مربوط به ذخیره‌های آب سهمی نظررس می‌گذارند. با استفاده از فرصت می‌خواهم بار دیگر آمادگی تاجیکستان را جهت پیشبرد میانبرده مسائل آب و خصوصاً وابسته به پیشگیری تهدیدهای معاصر از قبیل تغییریابی اقلیم در همه سطح‌ها تاکید نمایم. چند پیش ملاقات یکمی پانل نو تأسیس سطحی بلند آید به آب و اقلیم که تاجیکستان عضو آن می باشد دایر گردید. در این جلسه ما پیشنهاد نمودیم که سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریک‌ها اعلان شده، سنه روز جهانی حفظ پیریک‌ها مقرر کرده شود. بی‌شبهه این اقدام جهت جلب توجه جامعه جهانی با همبستگی مسائل آب و اقلیم مساعدت خواهد نمود. امید داریم که کشورهای اعضای سازمان ملل متحد و شریکان ما از این تشبث پشتیبانی خواهند کرد. سبب اساسی پیشنهادات مذکور ما آبشوی با سرعت یخها هم در روی آب و هم در خشکی می باشد که می تواند در آینده نزدیک با عاقبت‌های ناگوار آورده رساند.
نمونه واضح این روند آبشوی با شدت پیرک‌های تاجیکستان می باشد که تا 60% منبع ذخیره‌های آب منطقه آسیای مرکزی را تشکیل می دهند. تا امروز زیاده از 1000 عدد پیرک خرد و میانه در تاجیکستان پوره آب شده. حجم عمومی پیرک‌ها قریب 3 مراتبه کم گردیده است. مسلم است که چنین حالت نه تنها به تاجیکستان بلکه به دیگر کشورهای منطقه نیز تأثیر منفی می‌رساند. ضمناً تاجیکستان موضوع تغییریابی اقلیم را در محور روزنامه دوره ریاست کنونی خود در فاند بین المللی نجات ارل قرار داده است. با در نظر داشت تأثیر این روند به ذخیره‌های آب، ما تلاش‌های خود را در دایره فاند مذکور برای باز هم تقویت بخشیدن همکاری‌های منطقوی در این جاده افزون خواهیم گردانید. خانم‌ها و جنابان، تاجیکستان در ساحه آبی کشور نیز یک قطار تحولات جدی را راه اندازی نموده است. چنانچه جهت تکمیل نظام آبی کشور و مطابق کردن آن به طلبات معاصر، برنامه 10 ساله اصلاحات ساحه آب را تا سال 2025 قبول کرده آن را زینه به زینه عملی گردانیده ایستاده‌ایم. در دایره این اصلاحات سال 2020 کادکس آب در تحریر نو و مطابق به طلبات اداره مجموعی ذخیره‌های آب قبول گردید. در برابر این تشکیلات‌های حوزوی دریاها تأسیس داده شدند. قانون درباره تأمین آب نوشاکی و رفع آب‌های پرتو نیز در تحریر نو قبول گردید که افضلیت حقوق انسان را با آب نوشاکی تاکید می‌نماید. واضح است که به مبلغ‌زاری و سرمایه‌گذاری مناسب روند تطبیق اصلاحات نمی‌تواند موفق باشد. چون این حالت نه تنها خاص تاجیکستان بلکه دیگر کشورهای رو به رشد و کم ترقی می باشد. از این لحاظ دستگیری آنها از جانب کشورهای دانر و شریکان رشد، خصوصا در مبلغ‌زاری و رشد انفراستراکچور ساحه آب، خیلی مهم دانسته می شود. جناب رئیس، مسلم است که به متحد ساختن تلاش‌های همه جانب‌های منفعت‌دار، خصوصا در وضعیت تأثیر روزافزون تهدیدهای معاصر، نائل گشتن به هدف‌های رشد استوار غیر امکان است. ما اطمینان داریم که 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار زمینه مساعد را برای به هم آوردن عملها فراهم می آورد و جامعه جهانی از آن باید به طور مناسب استفاده نماید. امید دارم که تلاش‌های مشترک ما امکان فراهم می آورد تا ما در کنفرانس سازمان ملل متحد آید به شهر فراگیر میان مهلت هدف‌های این 10 ساله در سال 2023 نتیجه های نظررس را معرفی نماییم. نشست مذکور بعد از کنفرانس آبی سطح بلندی سال 1977 در مار دل پلاتا، نخستین کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در چنین سطح به حساب می رود. تاجیکستان همچون کشور همرئیس کنفرانس مذکور آمادگی خود را برای همکاری با همه جانب‌ها جهت برگزاری ثمره بخش این چهارمین مهم بین المللی ابراز می نماید. در این زمینه ما سال 2022 در دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند را آید بر روند 10 ساله
آب برای رشد استوار دایر خواهیم کرد و امید داریم که آن در روند آمادگیری با کنفرانس سال 2023 سهمی باسزا خواهد گذاشت. جناب رئیس، در فرجام سخن بار دیگر می خواهم تاکید نمایم که تنها در صورت عملی نمودن تدبیرهای هم آهنگ شده همه کشورها می توان در راه رسیدن به هدف ششم رشد استوار و دیگر هدفهای مربوط به آب و نتیجه های نظررس نائل گردید. در این ضمن همکاری های پیوسته با رعایت برابر منفعت های همه جانبها و به طور نظررس زیاد نمودن حجم مبلغ‌زاری با انفراساختار عامل مهم کامیابی در این روند ارزیابی می‌گردند. برای توجهتان سپاسگزارم.